زهرا الهام نامزد شد. نامزد زهرا الهام کیست؟ با افشای رازهای بزرگ آشوقی زهرا الهام با جمال مبارز. زهرا الهام در کجا زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ و کنسرت جدید و جنجالی زهرا الهام با هنرمند تاجیکی. من در این ویدیو پیرامون حقایق این موضوع خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند کاملا جوان ولی با استعداد که شهرت هنری خوب این روزها در میان هنرمندان افغانستان کسب کرده است. زهرا الهام اولین دختر خانم بود که در 13 پروسه ستاره افغان توانست مقام اول را از آن خود کند. زهرا همیشه تحت حمایت خاصی از مردم و داوران این برنامه رقابتی قرار می گرفت. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری برای علاقه‌مندان ثبت و نشر کرد، ولی جدیداً آهنگ‌های وی با لیلا خان، یک تن از هنرمندان مشهور و محبوب پاکستان، مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. زهرا الهام بعد از تغییر رژیم حاکم در کشور با خانواده‌اش به کشور استرالیا رفته است و جدیداً با یک پسر هزاره در استرالیا نامزد شده است. و این روزها خبرهای در صفحات مجازی درس کرده بود که زهرا الهام با جمال مبارز رابطه عاشقانه‌ای داشته است، ولی این خبرها کاملا بی بنیاد و شایع می باشد. این هم در حالی است که جمال مبارز هم در کشور استرالیا زندگی می کند و در آنجا مانند قبل به کارهای هنری خود ادامه داده است. من هم پیوند نامزدی زهرا الهام را از صمیم قلب تبریک گفته آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.